قدس شریف سقوط کرد با اساس قوم پرستی و نشنالیستی عرب ها، ترک ها و دیگه اقوام مسلمان. وقتی که اینا تعصب کردن خلافت اسلامی سقوط کرد. وقتی که خلافت اسلامی سقوط کرد قدس به دست یهود افتاد. قاعده پیشان است که تا چه وقت قدس در دست یهود است؟ تا زمانی که مسلمان ها متعصب هستند و تا وقتی که نشنالیسم مسلمان ها زنده است، قدس در دست کی است؟ در دست یهود است. روز خطا میخورن که مسلمان ها صف واحد شوند و این قوم پرستی رو ترک بکنن، ولی متاسفانه ما نمیتونیم. چرا؟ جهل از یک طرف، فقر از طرف دیگه و این تعصبی که برای ما ایجاد شده. میفهمیم، خوب سی میفهمیم که کسی که متعصب است و کسی که نشنالیست است و کسی که قوم پرست است او مسلمان نیست. چرا؟ به خاطر که آیت قرآن میگه که ان اکرمکم عند الله اتقاکم، اما قوم پرست پشتون نداره. او میگه نه بهترین خلق پختانه دی، به ضد آیت قرآن عمل میکنه ولی امیر نمیفهمه و به می شکل هزاره و ازبک و دیگه اقوام. تا وقتی که از این قوم پرستی خدا خلاص نکنیم و فکر و اندیشی خدا مطابق قرآن عیار نسازیم. افتؤمنون ببعض الکتاب، وقتی که قرآن میگه اقیموا الصلاة باز میگی درست است نماز میخوانم. وقتی که میگه آتوا الزکات درست است من زکات میدم. اما وقتی که میگه انما المؤمنون اخوه میگی آیت قرآن ما قبول ندارم. نه، من وطندارم، قومم. و کفر اینمی مردمای قوم پرست سبب دوام قدس در دست صهیونیستاست. در دست صهیونیستاست. پیشتر که استاد گفت ما را خو دادن. چی ما را خو دادن؟ تو خو نیست به این شکلی که تو خروفش خو بکنی، اگر کس معنایش بفهم. پس به این خاطر است که در بسا حالات ما بسیاری وقتا تصمیم میگیریم که والا صاحب من میخوایم که خدمت برای اسلام بکنم. در کدام چتر تو خدمت به اسلام میکنی؟ یک نفر میره در تشناب شیشته و چهار اطرافش کلش گندگی ها گرفته و اینجا میگه صاحب من از نظافت گپ میزنم، لغتک زده میره میگه من بسیار پاک هستم، خبر نداره کل نجاست ها در بدن از او هست. در زیر چتر استعمار خدمت کردن برای اسلام ممکن نیست. این محال است و خیال است و جنون. و این چرا؟ به خاطر ازی که ما از دین خود هم بیخبر هستیم و از سیاست هم بیخبر هستیم و به این خاطر بسیاری وقتی که تصمیم میگیریم تصمیم جاهلانه که اونا سر ما حساب میکنن که والا این مردم احمق سر از هر چیزی که میخوایی و سر کلانشان برسه. بسیاری معاهدات امضا کو، تعهدات امضا بکو و امضا بکو و دوستی با کفار امضا بکو و باز بسیار خوب. بسیاری وقتا از بسیاری کسایی هست که 24 ساعت در خدمت دشمنای اسلام قرار دارن، در خدمت استعمار قرار دارن و در ضد مسلمان ها کار میکنن و 24 ساعت فکر میکنن والله صاحب اگر من در جنت برم چی یک جنتی باشم. ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی که این ره که تو میروی به ترکستان است. غلط است.